دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله. الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. مع مجلس وكيل وزارة اجتماعی شهرک خواجه رواش و معلومان دیگر تیمی که همراه ماست، محترم پالیس محترم مجلس مسافری معاون شورا، محترم حاجی صاحب رسید احمدخان، محترم مجلس اعضای شورا، سیدخواهی بیدار رسیدیان مشاهده دید. یک عمل بسیار خلاقانه و مبتکرانه را انجام دادند در این شرایط که ما و شما واقعا و این مسائل ضرورت 100% کامل داریم. خوب تشریح کردن پالیس وقتی که ما با قرآن ایمان داشته باشیم، فهم قرآن را داشته باشیم، بفهمیم چی گفته، احکامش را بفهمیم و اون را بالای خود تطبیق کنیم و به دیگران
تشریح کنیم. این یک چند جمله است که بسیار مختصر است در حقیقت، لیکن بسیار پرمفهوم است این افراد. هر کدام از این شاید درباره از کتاب‌ها، درباره فهم قرآن، درباره ایمان به قرآن، درباره تحقق احکام قرآن بالای خود، هر کدام از این شاید کتاب‌ها نوشته شده باشه. من این گام نیک و ابتدایی رو که جناب انجینر سید مسیح برداشتم و از اینا سپاسگزار و تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که این همه کمک‌ها و مساعد انفاق شد. پول یک آدم یک جای بیتر، یک 5000 10,000 ممکن بسیار زود از بین برد و یک طفل، یک دختر جوان، یک دختر جوان، یک فرزند ما، یک اولاد ما وقتی که قرآن میفهمد و به او توکل میکنه و به او باور پیدا میکنه، این یک چیزی که دائمی است، یک چیزی که موضوع میتونه خودش صدا طفل دیگه، صدا فرزند دیگه، صدا دختر و پسر دیگه رو تعلیم میده. بنابراین این گام بسیار عمده است از نظر ما. خدا ما رضا خیر نصیب کنه، اجر کامل نصیبش کنه. امیدوار هستیم که این آمدنشون آمدن اول و آخر نباشه. این اولش باشه، آخرش هم انشاءالله با طوایف خوبتر. خوب از قرآن که دیگه طوایف وجود نداره، ممکن بعضی چیزهای دیگر اینو داشته باشن چون که بتانه ما شما را در فهم نیست. فهم قرآن کار آسان نیست، بسیار مشکل است. شاید در نظر بسیاری اماما نتونه نمیده درس کرده و خاطر از اینکه موقف داریم مولای اماما و بساطه بسیار مشکل است. دیگر بنابراین بسیار وسایلی است که میتونه شده که در فهم قرآن، در ایمان و قرآن ما را راه رو نشان بده، کمک کنه که با این اشاره شد و عمل بکنه. سلامت باشید، خانه کارا انشاءالله که همین قسم که کوهستانی صاحب عرض کردن ما بسیار زیاد خوش میشیم اولی که شما قدم نیک گذاشتین حاج صاحب نصیر که ابتکار کردن که برای ما این زمینه مساعد شد که اینا فهم قرآن یا تعلیم قرآن کنن. من من ایست یک برادر کوچکتان انشاءالله بر شما وعده میتونم که شما دی راستا قدم بردارین. ما امرای استاز امرای صاحب مشوره میکنیم، پروگرام های تشویقی انشاءالله بر شما منجور میکنیم که این تجربه ما دیگه جای داشتیم. شاگردای ممتاز انشاءالله رقابت‌های حسن تلاوت باشه، حسن قرائت باشه، فهم قرآن باشه، هر شاگردایی که ممتاز شوند انشاءالله ما برشان جایز تحفه ها در نظر میگیریم و هر ها نوع خدمت که از طریق بنیاد خیریه باران رحمت باشه این پیام انشاءالله به بزرگواران میرسانیم که ما بتانیم زمینه وسایل، اسباب، قرطاسیه، هر آن چیزی که شما را کمک کنه به برداشتن قدم به خاطر آموختن علم انشاءالله ما در خدمت شما می باشیم. شما ما را همیشه دعا کنین تا که ما بتانیم بر شما خدمت کنیم. جان سپاس. جان سپاس. حاجی صاحب خداوند خیر نصیبش کنه. بیشتر در دفتر یاد کردید. هر کس این کار را کنه نمیتونه. در حالی که یک ضرور مسئله است که یک پنجیر بگن در تلک بشونی 10 نفر خود بیزن به خاطر گرفتنش. یک پنجی، یک دور. حاجی صاحب نصیر احمد خان یک خانه در نخبه رضیا قرار داده. بسیار کار نیک است حاجی صاحب. از اون شهرداری که اینه که را میگرفتی از اینکه در بغارت خودت اجر کنی. انشاءالله. تشکر دیگر. انشاءالله اجازه الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، قسمی که شما تصویر تماشا نمودین الحمدلله لله الحمد به کمک شما عزیزان ما تانستیم که تقریبا برای 72 طالب علم مصحف از قرآن از ایشان توضیح کنیم. امیدوار هستم که دوستا و برادرکای عزیز از این مصحف ها استفاده اعظم کنند و تلاوت کنند. قسمی که رسول صلی الله علیه وسلم می‌فرماید که با خواندن هر حرف از قرآن از ایشان برای شما 10 اجر داده میشه و میگه که الف لام میم یک حرف نیست بلکه الف یک حرف، لام حرف دیگه و میم حرف دیگه است که یعنی با خواندن الف لام میم 30 اجر یک مسلمان الله تعالی نصیبش میکنه. از این خاطر هر کسی که زحمت کشیده، کسی که راهنمایی کرده و کسی که آورده و کسی که تهیه کرده الله تعالی کلگی را شامل اجر و پاداش و صدقه جاریه بگردانه. بازم جهان سپاس از
رئیس شورا صاحب که کوهستانی صاحب عزیز است، تشکری میکنم از رئیس نصیر که اونا در کارهای خیر از ما که قدمشان پیشتر است و ما را این زمینه مساعد ساختن تا ما با اولاد وطن این خدمت کوچک کنیم. انشاءالله که با کمک شما عزیزان میخواهیم که دیگه پروگرام های دیگه داشته باشیم. یک مشکلاتی که ما این را احساس کردم که به حساب یک یونیفرم منظم ضرورت است از کسایی کمک میکنن. انشاءالله ما یک پل ارتباطی میشیم تا به زینای مسائل اسباب درسی، مسائل یونیفرم و دیگه مشکلات هایی که هست به خاطر ضرورت یک مدرسه رو مرکوب سازیم. پروگرام همی بخش خود در اینجا به پایان میرسانیم. بازم الله متعال تمام شما را مزید پاداش دارین نصیب کنه و در حسنات شما بیافزاید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنیاد خیریه باران رحمت، آورنده لبخند در لبان مستمندان.